سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون عالی باشه. امروز اومدیم یه جای خیلی عجیب. این ویلایی که پشت سر من میبینید یه ویلا توی یکی از شهرهایی که توی نزدیک میلانه ولی به سمت فرانسه. خب بعد اینجا خیلی سرسبز و خوشگله، بعد ویلاش عجیب غریب، خود ویلا عجیب غریب، وسایل توش عجیب غریب، یعنی از نقاشی گرون قیمت بگیرید تا چیزای آنتیکی که قدمت خیلی طولانی دارن تا فرشای گرون قیمتی که ما توی ایران اصلا خودمون ندیدیم، فرشای ایرانی. بعد قراره یه تور داشته باشیم اینجا خیلی بزرگه، 2-3 تا ساختمونه که یکیش جدیده، 2 تاش قدیمیه. بعد بریم داخلش رو بچرخیم با هم، استخرش خیلی ویو خفنی داره، بریم اونجا رو با هم ببینیم. همراه من باشید. خب بچه‌ها، اول از همه میریم ما استخرش رو بررسی بکنیم. یه ویوی داره ماچ کردنی، ولی خب راستش رو بخوایم به نظر من سازه های استخر ایران خیلی قشنگ‌تره. خب ولی این از این لحاظ برتری داره که ویو خیلی خوبی داره. تو ایران باید تا ناموس دیوار بکشی، یه وقت بقیه نگات نکنن، شهرداری گیر نده، ولی اینجا ویوش کاملا بازه. حالا اول بخوایم شروع کنیم، اینجا که می‌بینید، خب اینجا این سفیده یه سایه‌بون بزرگ بود که چند روز پیش باد و بارون شد، این افتاد، خسارت خیلی زیادی هم زد بهشون. زیر این پر میز و صندلی آفتاب. الان میریم از نزدیک نگاش میکنیم که خیلی بامزه است دیگه. موقعی که تابستون گرمه اینجا مثلا آب میوه و اینا میتونی بذاری رو میز، از استخر بیای اینجا و کلا چیل کنی. الان با هم میریم سراغ استخرش. بیا چه لیلا این بچه ها، لیلا بچه ها چقدر کثیف شده. بیاین بچه ها. همونطوری که بهتون گفتم استخرش پیش ساخته است. خب استخرش تقریبا به نظر من که فکر کنم 12 متر باشه، 10-12 متر هست طولش. بعد پیش ساخته است، آبش به شدت کثیفه الان. حالا تو هفته‌های آینده تمیزش میکنیم و اینا، اون موقع براتون ویدیوشو میذارم. و اینکه ویو رو بگیر که اصلا معرکه از حرف نداره. یعنی شما فرض کنید اون گوشه آدم بره چیل کنه و واقعا عالیه. اینجا خیلی جای پر زنبوره. خب میریم سراغ اون بر بچه‌ها. اینجا که مشاهده میکنید یه پله خیلی خطرناک است که چند نفر اینجا زانو و مچشون رو از دست دادن. یه دوش که خیلی واجبه تو ایران، تصور کنید همچین دوشی و خیلی داغون هستن. حالا اینجا این دوست عزیزمون خیلی کار را بنداز بود، بر اثر سانحه غم انگیزی اینجوری شد. این زیرش رو بیا زیرش پر از چیزهای به درد بخور بوده که واقعا داغون شده، خسارتش خیلی زیاد بوده، همه چیزو داغون کرد. یعنی این چیزا دیگه قابل استفاده نیستن چون پیچ و مهره هاشون و اهرماشون همه در اومده. الان میبرمتون داخل، اونجا هم با هم تک تک اتاقاشو بررسی می‌کنیم. بچه یه سری از اتاقاش شبیه فیلم ترسناکانه، نمیدونم هالوویچ. بچه یه سری از این اتاقاش شبیه کانجورینگ و نمیدونم آنابل و اینا. واقعا من اولین باری که دیدم یاد اونها افتادم، خیلی عجیب غریبه. الان میبرمتون ببینید. خب بچه‌ها اگه بخوایم یه نگاه کلی اولش بندازیم، با یه انباری شروع میشه که یه انباری قدیمیه که وسایلی که مثلا برای نگهداری این باغ لازمه توشه، تراکتور و اینجور چیزا، با مثلا چه میدونم درای قدیمی و وسایل قدیمی رو این تو میذارن. بعدش هم یه گاراژ خیلی قدیمیه بچه، واقعا شبیه روستاهای ایرانه. اصلا من اومدم اینجا احساس کردم که واقعا وایب روستاهای ایرانو میده. دراشو نگاه کنید، درای چوبی و اینا. بعدش میشه یه ساختمون قدیمی، اینی که دارم نشونتون میدم، و یه ساختمون جدید. این ساختمون قدیمی و شرط باهاتون میبندم که یعنی 100,000 یورو هم باهاتون شرط ببندن نمیتونید توی شب برید اونجا، خیلی ترسناکه. بهتون نشونش میدم. الان اینو نگاه کنید، این یه دونه دستگاهه که زیتون رو تبدیل میکنه به روغن زیتون. خیلی سنگینه، یک سری افتاده بود زمین، 10 نفر داشتن کمک میکردن که بتونن اینو از روی زمین بلندش بکنن. الان بچه وقتی از بیرون که میخوای وارد بشی، با یه همچین صحنه‌ای روبرو میشی که از این طرف میره به سمت آشپزخونه، از این طرف میره به سمت سالن. خب بعد اونور میخوره به سمت قدیمی، اینور میخوره به اتاق خوابا. اول میریم با هم اتاق خوابای بالا رو نگاه کنیم. نقاشیاییه که گفتم بهتون خیلی قیمتی هن اینا. یه سریاشون هم اینا نقاشی نیستن، کار دسته. نگاه کنید
عکسای آنتیک. حالا صندلی این فیلم ترسناکا. قبل از اینکه هر چیزی رو بخوام بهتون نشون بدم میخوام بهتون ویو باز شو اینا وای باورم نمیشه بگم قفل. آره از اون بالا قفل شده بچه‌ها، نمیتونم ویو رو باز بهتون نشون بدم، ولی اینجوری ببینید شبیه کنار دشته. بعدش میریم سراغ بچه‌ها به فیلم ترسناکه. بعد حتی از این صندلی ها هم داره، نگاه کنید. من همیشه نگاه کنم وای اینجا اصلا مثلا شبیه فکر کنید یه آدم این زیره، بین کاوره که مثلا حشره مشره نیاد. خب بعد اصلا تخته، خب من مثلا رو حالت عادی دوربین رو نگاه کنید از حالت نرمال کوچولوتره، باریک‌تره. نگاه کنید تخته از حالت نرمال، مثلا تخت نرمال اینه، خب این تخت کوچولو اینه مثلا تخت بچه ها توی این فیلم ترسناکاست. حتی این کموده. خب بعد بچه ها خیلی جالب این دره میخوره به اون قسمت متروکه و ترسناک ترش، خیلی این دیگه واقعا بدتره. این صندلی هم که آنابل کم داره شب اینجوری ویژ ویژ ویژ. بازم که ویو جذاب داره. اینجا یه نقاشی دیگه، خونه پر از نقاشی، یعنی نمیتونید باور کنید. اون تا همین کتاب خونه طور کوچیک داره. اینو من اصلا جرئت ندارم ببینم زیرش چی هست، فکر میکنم میز آینه باشه، ولی خیلی بچه این وحشتناکه. حالا نمیدونم توی مثلا دوربین مشخصه یا نه. بعد دیگه بخوام واسهتون بگم مایکاشون کیه اون بالا بخوام من یکم نزدیک بخوام بشم، این نقاشی ها رو میتونید ببینید، قشنگ معلومه که کلی پولشه. بعد شوفاژ وسط چیزای ترسناک، شوفاژ همه چیز آنتیک چوبی. حالا میریم اتاق روبرو بچه‌ها، همینو مستقیم میریم. این که دستشوی معروف ایتالیاییه. بعد یا خدا از قلبم میگیره اینجا رو میبینم، واقعا قلبم میگیره. اینا رو انداختن میگم حشره نیاد، یه وضعیه. اینا فکر کنم از این تابلوهای مسیه، سقفش هم بچه شبیه روستاهای همدان میمونه. وای خدایا عاشقشم. یعنی اینم که یه کموده که توش حوله موله و ایناست، اینم آبجیتونه بچه ها. بعد کمودا رو همینطور که میبینید همه آنتیک و قدیمی. بعد این خیلی جالبه، اینو بهتون توضیح بدم. اینو یکم بازش میکنن، کت و شلوار مردا رو میندازن این رو که صاف بمونه. خب بابا بنداز رو مبل دیگه چه کاریه. یه بالکن خیلی خوشگل اینجا داره، بالکن خیلی خیلی خوشگل. وای آسمونو ویدیو رو قطع کنم یه دو سه تا عکس اینجا بگیرم بچه. الان خودم میام جلو دوربین، اینجوری نمیشه. بچه یه نکته‌ای که میخواستم حالا تا اینجا اومدیم با هم صحبت کنیم راجع بهش اینه که اگه دقت کنید می‌بینید که ویلاهای اینجا دیوار دورش نداره. خب یعنی ویلای ما شاید مثلا تا اونجا باشه، خب ویلای همسایه بغلیش باشه، ولی اصلا شما متوجه نمیشی. یه در خیلی 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 مسخره داره اونور، نگاه کن، زوم کن روش، در به قول معروف بی در و پیکر. خب به هیچ جا وصل نیستش، دیوار و اینا هیچی. یعنی نکنید اونور ویلا همسایه است بعد اصلا هیچ دیواری نداره. و خب این به نظر من برای یه ویلا خیلی بهتره. آدم ویلا میاد احساس آزاد بودن بکنه، بعد بخواد مثلا دیوار و اینا داشته باشه. این پوینتشو من خیلی دوست دارم. من پرسیدم که اینجا دزد داره یا نه، بعد من گفت که دزد داره، ولی ما سیستم امنیتی گذاشتیم. من اینجوری بودم که ما تو ایران دزدمون میان سیستم امنیتی هم میبرن با خودشون. بعد دیگه بچه‌ها جونم بگه براتون که اینجا باغچه ها و میوه هاست. این منم بخوام واسه بعد بریم که طبقه بالا رو چک بکنیم با هم، بعدش هم ببریم تو اون سمت خطرناک. خب بریم که طبقه بالا رو داشته باشیم بچه‌ها. بازم نقاشی ها رو داریم که نمیدونم سمبل جنگ جهانی دومه چیه، ولی یه وایب اونطوری میده، مثلا اسم سربازات و اینا. بعد این خونه بچه‌ها این ویلا پر از این چیزای نمیدونم سوسکار، این میکشیشون صدای چیک میدم. بیاین اینا یکی دوتاشون اینجا هستن دوستان محترممون. بعد بچه‌ها بیاین براو، بعد تابلو رو ببینید بچه‌ها، تابلو زیبا. بعد اینجا یه حالت سویت تور کوچیک هست که سویت زیر شیروانی حساب میشه، که حالا یه ست مبله و بعد یه خیلی پامزه این یخچاله رو ببینید، خیلی گوگلیه.
بعد این برم که لباسای منه. بازم از این صندلی من نمیدونم چه اصراری دارن که کلا تو باغ 3-4 تایی از اینا باشه. بعد دیگه جونم بگه واسهتون اینا رو اینا همش عتیقه است، یعنی به قدر اینا عتیق است و گرون قیمته که من جرأت دست دادن بهشون ندارم، چون فکر میکنم شاید خراب بشن، چون جنسشون به حال فرسوده میشه طی زمان. بازم نقاشی ها رو داریم. بچه امیدوارم که یه زن اینجوری گیرتون بیاد، هیکل راننده کامیون پسند. خب الان میبرمتون اتاق این طبقه. ها نقاشی اونم ببینید، چیز خاصی نیستش دیگه، بازم باسنه. نمیدونم چه علاقه ای صاحب اینجا به باسن داشته. همه تابلو بریم اتاق بهتون نشون بدم. وای بچه یه حشره هم اونجاست، من میترسم. اوکی نترس، خدا با توست. هر دفعه که درا رو باز میکنم انتظار اینو دارم که یکی منو بخوره. الان اینجا رو حالت واید بگیر. بچه اینجا چراغش کو؟ شت گیم اینجا چراغ نداره، اون ته چراغ داره. بیا همون فیلمی که توی فیلم ترسناک یه پیرزن روش میمیره. گربه بوده ایشالله. اروپا که گربه نداره، ولی یه صدایی اومد واقعا اینجا ترسناکه. نمیدونم شب میخوام چجوری بمونم. این قشنگ همون صفحه هاییه که روش هر جون میده بعد روحش میمونه، شب میاد سراغتون و اینا. سیستم های امنیتی رو داریم و این تخت من قراره شب روش بخوابم که عمرن من امشب نمیخوابم، اصلا فکرشم نکنید. بعدی که اگه بخوام نور بدم به اینجا واقعا میترسم که اینجا باستم که یه موجود عجیبی دوباره بپره رو. نه بهتره. اوکی بچه اون ته تابلوهای کالکشن تابلوه. کلا صاحب اینجا علاقه خیلی زیادی به کالکشن جمع کردن داشته. خب بعد اینم باز همون چرت و پرتی که بهتون توضیح دادم اینجوری باز میشه. من نمیدونم چه جوری بهم نشون دادا. خب ولی نمیدونم اینجوری باز میشه، شلوار میاد روش، کتم میندازی اینجا. وای خیلی قدیمیه بچه‌ها، نمیدونم تو فیلم معلومه یا نه، نزدیک انگار مثلا واسه 500 سال پیشه. بعد دوباره تابلوهای جنگ جهانی رو داریم اینجا، جنگ جهانی. بعد دیگه الان به نظر من این وقتشه که ببرمتون. خب الان از این اتاق ترسناکی که بریم میخوایم وارد بخش ترسناکش بشیم. بچه من خودم خیلی دلم شور میزنه اینجا که میخوام وارد بشم، حتی با اینکه چند بار اومدم موقع صدام داره میلرزه. الان پنجره‌شو ببینید، خدای سراغه چی میگه. بچه این تخت قشنگ اصلا، حالا رو تختیشو عوض کردم. وای به این فیلم ترسناک، وای 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 پامو گذاشتم روی یه گله سوسک، قشنگ صدا قرچ قرچشون اومد. نگاه کنید ترکا و نمیدونم اینجور چیزا. اونجا چیه؟ هولیش بچه ها، یعنی قلبم که داره میاد تو دهنم. فقط نگاه کنید تخت رو ببینید. خدا وکیلی از 1 تا 10 به میزان ترسناکیش چند میدید؟ به این سوسکه چند میدید بچه ها؟ این چیه الان؟ این چیزی مثلا تسخیر شده یه چیزی. و دیگه هولی شت صدا داد بچه ها. اونم اون میز صندلیشه. وای سوسکی بود بچه. من واقعا جرأت اینکه بخوام برم نزدیک اونجا ندارم. ولی پنجره رو ببینید، مثلا یه وضعیتی اینجا داغونه. من احساس می‌کنم واقعا اینجا تسخیر شده یه چیزی، چون ما شب دهنمون سرویس شون تا بمونیم. حالا بخوایم بریم اینور، شاید باش در رو باز کردم. چراغش کدومه؟ یه دقیقه کات بدیم چراغو پیدا کنیم. به بدبختی چراغو پیدا کردیم. و بچه اینجا ببینید، از این ور که میای خب اینجا راه پله میشه و این ور میشه این اتاق زیر شیروانی. خیلی وحشتناکه، دستگاه چاپ قدیمی و سقف و بعد اون 2 تا دوست عزیزمون خیلی وحشتناک عکسشون اینجا هست. مثلا نمی‌خوام راجع به اینا صحبت بکنم چون میدونم که انرژیش میاد سراغم و میریم سراغ پایین. فقط در اینجا رو ببند پشت سرمون. کار سوسکه بچه هم حلال نکنید اگه یکی شما بارن کبود. اینجا هم که یه
دستشویی خیلی قدیمی و کرکسیف هست، یه کمد متروکه و ویوش هم حالا اینجا باز بهتره، اوکی تره، دستی به سر روش کشیده شده. این برم که اتاق شستشوه، باز اینجا هم بهتره میشه گفت. من اصلا اینجور دوست ندارم بچه واردش بشم، از سقف مخفش همینجوری چیز میاد پایین، عنکبوت و اینا. بعد دیگه از این برم که بریم تهش میخوره به همون سالن نو و دوست داشتنی خودمون این شکل. خب بچه ها، از در ورودی که این باشه میاد، این ور که گفتم میره آشپزخونه، این ورم تو زندگی با مزه است که نمیدونم این چی، این ور 2 تا لیوینگ روم داره. یه دونه که حالت قدیمی داره و 2 تا 3 تا صفای خیلی قدیمی داره، پر از نقاشی های عجیب غریب، چیز میزای قدیمی که برای کشتی استفاده میشه، اینا برای خیلی قدیمی اون قطب نما اگه اشتباه نکنه. اینجا باز دریه که میره به سمت ساختمون قدیمیشو، نقاشی ها و عکسای نسلای قبلشونه. بعد بخوام ببرمتون اینور واقعا خوشگله، اینور بازسازی شده کامله. این نمای کلی بخوام بگیرم اینجوری. بعد از این گوشه میخوام شروع کنم واسهتون توضیح بدم بچه، نقاشی رو بکنم یوتیوب دهنه من سرویس کنم ولی نقاشی رو ببینید، بعد اونو ببینید. بعد این ظرفا، این خانم الهه این آهنگی افتاده تو دهنم، بازم این زنه رو واسهتون آرزو میکنم دارم که زن اینجوری گیرتون بیاد. این هم باز شومینه هاشون خیلی عجیب غریبه، شبیه این چیزا هستن تو چینیا مرده رو میندازن این تو میسوزونن پودرش میکنن، شبیه اوناست. بازم اینجا چیزای بامزه هست، اینم جاسگیه و بیرون اینجوری. خب میریم حالا این بر چیز خاصی نداره، باز تابلوها و اینجور چیزا. بچه‌ها این بر یه کالکشن عصا داره، خیلی بامزه است، نگاه کنید همه مدل همه رنگی عصا هست. بعد این بر میشه کالکشن چوب گلف که یکی دیگه شو اون بر بهتون نشون داده بودم. مای گوش حشره بود اونجا. بعد دیگه یه دونم از این جاورای چوبی هست و این برم که اسر شمع تابلو و اینا چیزای مهمش اون. ها یه چیز اینجا هست که خیلی باحال، یه چیزی اینجا هست که خیلی باحاله بچه‌ها. اون بالا شاخ گوزنه واقعی، شاخ گوزنه واقعی. یه چیز دیگه هم یادم رفت بهتون بگم، بیاید اون کف اونجا رو بهتون نشون بدم، پوست گاو واقعیه. بیاید چون که انبار تماسکاریه. این پوست گاو واقعیه بچه‌ها، نگاه کنید همرنگ هیروه. هیرو بیا نگاه کنید بچه‌ها، شاید پوست داداش هیرو بود چقدر با پوست هیروست.